همانطور که میبینید اعداد نقش زیادی در این بازی به نام زندگی به عنوان آواتار در ماتریکس دارند. همه چیز انرژی است. همه چیز کدگذاری است. از لحظه‌ای که به دنیا آمدی تا لحظه‌ای که ای گروه جن و انس، اگر می توانید از اطراف آسمان ها و زمین و از قبضه قدرت الهی بیرون شوید، بیرون شوید. ولی این خیال محالی است، زیرا هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد. درباره این 33 نماد مذهبی در سراسر دنیا چه می دانید؟ آیا می دانستید که می توانید هر 33 سال یک بار به بالا نگاه کنید و شاهد بارش صدها تا هزاران شهاب سنگ باشید؟ و آیا می دانستید که هر 33 سال یک بار زمین، ماه و خورشید در همان وضعیتی قرار می گیرند که دقیقاً 33 سال قبل بودند؟ این یعنی در زمان تولد شما خورشید، ماه و زمین در موقعیت مشخصی در فضا قرار داشتند و 33 سال بعد دوباره آنها در همان موقعیتی قرار می گیرند که در هنگام تولد شما قرار داشتند. از آنجایی که همه ما تحت تأثیر سیارات مخصوصاً ماه هستیم، اگر خود را برای پایان این چرخه یعنی سن 33 سالگی آماده کرده باشید، می توانید از این تاریخ به بعد جهش بزرگی در زندگی داشته باشید. این یعنی از بعد تولد 33 سال فرصت داری تا هدفی برای خود پیدا کنی و آن را با جدیت دنبال کنی و فرکانس و انرژیت را به بالاترین حالت ممکن برسانی و در فرکانس های عشق و محبت طنین انداز شوی. حالا تنها کاری که باید بکنی این است که در روز و ساعت 33مین سال تولدت به یکی از این معابد و یا اماکنی که نقاط انرژی زمین را مشخص کرده بروی و شروع به چرخیدن به دور خودت کنی و همچون ورتکس یا همان گردابه انرژی اطرافت را به درون بکشی. اگر سرت گیج می رود و نمی توانی به دور خودت بچرخی، در جهت عقربه های ساعت به دور آن مکان بچرخ. یکی از این مکانها را می توانید در تخت سلیمان ایران بیابید. سپس خواهید دید که در چرخه 33 ساله بعد چگونه زمین و زمان به تو خدمت می کنند تا به بالاترین پله موفقیت برسی. اما شمایی که سن 33 سالگی را گذراندی نگران نباش، زیرا فیزیک کوانتوم می گوید جهان همچون اسلایدی است که حال را ثبت می کند و به سمت جلو که ما آن را آینده می نامیم گسترش می یابد. هنگامی که چرخه ماه دقیقاً یک دور را پر می کند، نیروهای گرانشی آن با حفره‌های الکترومغناطیسی واکنش نشان می دهد و نوعی پل به 33 سال قبل ایجاد می کند. اینجاست که باید با فرافکنی اختری یا چنلینگ آشنایی کامل داشته باشی.